کلاینت خوب برای ماینکرافت جاوا هستی؟ سلام دوستان، من وانددم و اومدم بهتون بهترین کلاینت کرکو بگم. این سول کلاینت هست که خیلی خوبه و واقعا مزایای خیلی خوبی داره. بیایم فضایشو ببینیم. FPS عالی، سریعتر و راحت‌تر شدن بازی، عالی برای مینی گیم بدوارز، زیبا و روشن شدن محیط بازی. و این کلاینت برای لانچرهایی مثل پوجاو لانچر و لانچر هم هست و فقط برای چیز نیست، فقط برای تی لانچر نیست. و دوستان فقط مشکلی که داره برای فقط نسخه 1.8.9 که برای مینی گیم بدوارز خیلی خوب میکنه و به روشن شدن بازی کمک میکنه. با این کلاینت شما میتونید بیشتر دستهای بدوارز رو وین بدین. چرا؟ چون این FPS تون رو خیلی بالاتر میبره، همونطور که گفتم روشناییتون رو خیلی بالا میبره و اصلا خود این کلاینت برای بیشتر بدوارز ساخته شده، یعنی بیشتر میتونید با این برید بدوارز بازی کنید و کلا بهترین کلاینتیه که من میتونم که من میتونم بهتون پیشنهاد بکنم که بریزید و حتما ازش لذت ببرید. کافیه فقط تو گوگل سرچ کنید سول کلاینت به انگلیسی و براتون میاره و نسخه 1.8.9 رو دانلود کنید و مراحل نصبش رو روی پوجاو لانچرتون برید و بتونید با خیال راحت بازی کنید و از بازیتون لذت ببرید و حتما لایک و ساب فراموش نشه. ویدیو خیلی خوبی در انتظار داریم و امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. کم کم به پایان ویدیو نزدیک میشیم. فقط میخواستم بگم که این واقعا کلاینت خوبی هستش و اگر بدوارز پلیرید و دوست دارید برای سیستم‌های ضعیف حتما دوست دارید بازی کنید، این بهترین کلاینت.